پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 می با امضای یک فرمان دکتر علم‌های حقوق شناسی امامعلی سیف‌الدین نصرالدین زاده را یاردمچی پرزیدنت آید بر رشد اجتماعی و رابطه با جامعه تعیین کرد. امامعلی نصرالدین زاده که در انتخابات پارلمانی سال 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده بود، در مقام یاردمچی پرزیدنت اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده را عوض کرد. رحمانزاده که از سال 2014 طی 7 سال یاردمچی پرزیدنت و عملا مسئول سیاست داخلی حکومت تاجیکستان بود، روز 4 می به جای صادق امامی سفیر نو تاجیکستان در ازبکستان تعیین شد. امامعلی سیف‌الدین نصرالدین زاده 2 ایول سال 1966 در نایه سوویت حالا تیمور ملیک به دنیا آمده. سال 1983 مکتب میانه رقم 8 شهر کنگورد و سال 1990 دانشکده آموزگاری و سال 2003 رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی را ختم کرده است. او سال 2008 رساله نامزدیش را در موضوع پروبلم‌های تشکل فرهنگ حقوقی در شرایط بنیاد دولت دموکراتی در تاجیکستان و سال 2015 رساله دکتریش را در موضوع گسترش فرهنگ حقوقی در جمهوری تاجیکستان در شرایط عمیق گردیدن تفاوت‌های فرهنگی، تمدنی، مسائل نظریوی و عملی حمایت کرده است. امامعلی نصرالدین زاده سال 2017 عضو وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان انتخاب شده است.